صدام گرفته بود، بعد گریه‌ام گرفته بود. من هنوز نخونده، مردم دارن گریه میکنن. کیف داره وقتی کنسرت تموم میشه ها، اصلا نمیدونی. آره که الان بهترین قسمتش اینه که مردم رو میبینی، سلام علیک میکنی، کسایی که خیلی وقت ندیدی، بعد حالا CD امضا میکنی، کلی شوخی میکنی، میخندیم با مردم. Empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. یه دونه عکس با مامان آرش شده. Le plus chic j'ai fait faire. وای چه خوبه. آزادی، معنی واقعی آزادی. یعنی الان دارم میخواد فقط یه سیب بخورم، بچه‌ها بغل کنم، ناز کنم، بعدم همینجور دور و برم آدما باشن، چون اینقدر انرژیم زیاده. تو فکر کن منی که نخوابیدم، نخوری زمین، میتونم تا صبح بیدار باشم 4 تا کنسرت دیگه هم بدم الان. این انرژی مردمه ها، انرژی من. Admirateur qui se bousculait. این یه روز از زندگی من بود، 24 ساعت با من بودین. مرسی، خیلی ممنون. شما چون نمیخونه کار زندگی ندارین مثل که نه؟ نمیخواین تموم کنیم فیلمتون ها؟ تموم شد دیگه، کنسرت همه چی. This